چه کنیم ما چکار کنیم ما دست از این قوم خیشا بابا جان یلدیم رد مر ما که توبه کردیم ما ایم از این مملکت برم از این کشور افغانستان ما ایم برم به روح و برم 40 تا میایم 50 تا میرم 50 تا میایم 60 تا میرم چی گپه چه کنیم ما دست از اینا به روح و برم یک لقمه نون نیه نون خوردن خور نداریم ایکینه شو خالمه ایکینه زن کاکامه ایکینه بچه مامامه ایکینه مامامه ایکینه عروس فلانی ایکینه مادر فلانی السلام علیکم بابا. و علیکم بابا. بابا مادر ما گفتن بیایم به سرا سیدا بخریم. بابا چه کاره؟ خوریم بیا مادر. خوب گوش کشیم با خالی تو آماده؟ دیگه خودی عروسا ندیدم رنگ خاله تو خودی عروساییو تمالی نمیشنیدی از اینجا بیامدی خودی گپ میزدم ما بیا با مفتزه شده به تا مملکت شهر ما این بیام شیم ما این نشیم ولی میمونا بیامدم میشه اونا بدر کنی اصلا اینجا گوشنگی زوف نکنم نه به سرا میایم بفهمیدی نه برادر که طور دارم پول دارم که ما برم چیلمیزی بستونم با برم اقدودی کنم این تا معلق که از همه یا تا جو قرض دارم من بابا شما به خدا راست میگین دیگه این چی گپه دیگه ازم یک سر خوله امه بی بی نواسی خوله بچی خوله مرکی بهم رد میایه چکار کنین دیگه میفهمی چیکار میکنی؟ چکار کنم؟ برو چیز کن برو تو بم سرا بم در سرا که سید ناسندی غیخ کش بفهمیدی؟ ناسندی غیخ کش انا بگو چیزه چی میگی؟ شو برو با مادر خوب بگو خوب انا بگو چای به پیرم ری نکو پیرم می از امرا طور شروع میکنه سلت میکنه که اینا بلکن بفهمم برم خوبه بفهمیدی؟ خوب انا حالا زنگ میزنم با مادر تو بفهمیدی؟ نه زنگ نمیزنم تو برو بگو مادر انا مادر خود صدا که به یک گوشه که کسی نبا تا مخبخ بگو مادر پیرم گفتن که چیزه انا چای به من ری نکنک انا من میام از امرا تو سلت میکنه که اینا بلکن ممول تا با جمع برم بابا مادر من نزنیم بعده من بزنیم به جاده مادر من دیون سرکی بفهمیدی من چوروار میدارم یک 6 7 شلاق چوب من سر کله مادر تو باف میکنم بیا از این کفته کم هستم به می بونه اینا میمونا به خو میخورم میمونا بعد چه کار میشه ادعا شرف خور میکنم بفهمیدی اینا که ادعا شرف خور کردن و خونه بیرون میشم میرم ای بزو زنگ میزنه میگه ای بزو زنگ میزنه که گلک زنگ خور بزده انا بلکم دیگه بهم چردوبر مسیج نشه بابا شما راستی جرأت ندارین که مادر ما بزنین بابا وا خیال فقط نوسنه همه مر به من میگی من دروغ میگم و سلت میکنم برو دیگه میته بیا شفره نمیفهمی به شفره خوبه بودو سلام شتن کوکو جو شتن کوکو خوبی خیریاته آشکو کجا بودی کوکو جو پیش پیار کو هیچی کوکو نپرسیم همین میمونا ما در و بدر کد کنم بخشا سلام علیکم انداناش 10 تا میره 20 تا میایه واقعا گپاتو کوکو جو تاییده اما ماستم بیام پیش پیارتو اما تک شکاریم پیارتو رو دارم برم به خونه از شما بپرسم که نوم همین هتل که شما زدیم هتل اسمی او چیه والله من خبر ندارم دیگه می خبر دارم 100 فریقی با مالیه خود چری تو کوکو جو چرا پیارتو نمیتونه با مادر تو بگه کوکو جو اینجا چی گپه اینجا هتلیه احمد میره محمود میره کلبوت میای چی گپه اینجی شما نون نداره که بخوریم یکی میره یکی میای مرد داری بگیم کوکو جان چیزی ما با سفره نیه که شما 24 ساعت میایم اینجا خود دراز میکشین ما چون دیگه چه کار کنیم میرم میارم بعد به جنو بگی وقتی خونه بدر شد کجای پیارتو پیار مسترا حالا کی آمده بابا خونه شما خالیمه آخه دیروز که روز که رفتم اینو ما چون پس بیامدم دیگه کوکو جو رفتی به خونه تو کنم خدا مغزر عقل داری برای مادر خوب بگو کاکام سلام بگفته بعد از سلام بگو اینجا هتل بازه کنیه اینجا 24 ساعت احمد میره محمود میره یکی دیگه میایه
خب مگه میشه شما بریم از اون دکون قرض کنیم بیاریم به حلق از اینا بنازونی؟ ما چون دگه و رفتی با مادر خواهی تو بگو کاکا ممی وصیت رای کرده برای شما. خوبه من میگم بعد بینی بگی سیه بر خوب شد که بازی خورم دیدم بازی اشتریم اشتانم باجه خیریاته خیریاته چی گفته شکر فضل یا خدا راستی. زنده باشین سلامت باشین خوشلو چی می برات شما میگیش میگفت تاکم چون پیار دی پاک کجا که بیای برای قصبی کام گوشت بستانم ما خب زیبا گفتم که نه ما خور به زحمت نکنیم هر چه پخته کنیم خودی هم دگار میخوریم گفت نه نمیشه برای لاقل چکی شوروای میشه دیگه بله ها اون قصبی هست تملم ما گفتم 4 کیلو گوشت چیز چربی نداشته باشه نه خیال کنه که با یخچال بگذاریم انا به درد میخوره با چی گپایه قرار قراریه دیگه کجا بودی باجه ای طرف میری همین تبر تو سر زمین بشیشتیم اونجا کمک خود فکر میکنم میگفتم آخر زندگی و سرنوشتم چه کار خواه شد زندگی دیگه میگذره به هر طریقی که باشه باجه چیکار به هر طریقی باشه میگذره چی گپای والده اشتنه خوبم شکر تیار خوشحالم کجا میریم باجه شما بیاین ورگردیم بریم مثلا اما جوی تا تسرا فکر کنم انگورا بشده انگور بکنیم خود شما بخوریم بریم بکندم باجه از او انگورا ما بخوردیم همین تا به در شدم گفتم یک هوای بخورم سرزمینو خوبه دیگه سه انگورم بخوریم سه او دیگه بریم چرخه دوری بزنیم باز بیایم چاش باجه نه که ما که با خوشلوچی خوب گفتم یک کمی بونجون بیمیه بستنک پخته که خود شما میخورین گفت نه من این کارو کو بخول میکنم برام قصبی گوشت بیارم راست میگه خوشلوچی شما آدم فهمیدیه باجه ایگا پاچیه رمضان اشتن جانجل سنگیلا تیار هستی بخیری تیار هستی والا جانجل سلامتی. پیداته رمضان ها یک چیز برار با تو میگم خب اگر طرف خونه ما میان به قصه بی تو میگم برای ما گوش بده خب یا یک سر یا 1 کیلو یا 100 کیلو اصلا بگو برارم کلا همی گوشتایی که شما به می قصه بی میبینیم همه پیش فروش کردیم بفروختیم چرا خیلی بابا در به در شدم رمضان خاک به سر شدم رمضان تور گردن تو بند باشه ما به می خونی خون میایم 100 ریپیه یا 120 ریپیه بیشتر لنگ مرغ مستانم نه امی چی میگم امی گوشت مرغ رون مرغ آه رون مرغ بیشتر مستانم نه به می 8 نفر برار من نمیفهم بد کردم من بگم بد کردم از دست از این قوما از دست از این خیشا نافهم گیلک راست میگه تو که بیخیره روتاله خونه تو رستورانتیه هتلی به کجایه خیرات عمومیه بیخیره خونه آفرین ای تو تو بگو یکی میره 16 تا میایه برادر چی گپه همون زن فکر کنیم ما چون میرین که خود زن گیلک اختلاط کنیم گیلک اختلاطی گیلک خود بد کرد یعنی گیلک اگر کسمه به اسم تو یا بچیت یا کسمه دیگه مزمیمون چیزی بیامد به اسم تو گوشت ببره ندم برای او اصلا ما با تو که شلغم ریزه نمیکنم من میگم یک لنگ مرغ چی کمی نخون مرغ ندی یک هم من برار خوب بگو که دکون شما که پلو همه بگو اصلا یک سر تنبکو نده که تنبکو خیلی مایه قرص دارم من نظرم از او هستی گیلک نیو شته نیو کتابچین و تا به کرکنک پر شده گیلک جو آخه مغز زن خور بفهمون برارمه آخه بفهمه مغز زندگی خور بگو فکر کو سالم 12 ما بخور حال ما قصابم بیای گوشت ببری اپیش ما به فایده منه ما به پی فایده خود تو گپ میزن نون خوردن خور نداری اغزا ما که قصابم گوشت و گوسپند و گاو و مرغ و دکون ما فراون اغزا مزمیمون نداریم که تو کاکا مزمیمون داری چیکار کنیم ما حالا تصمیم گرفتیم که چور واکنم از این درکتا برم 3-4-5 تا مشونا زیباف کنم به خاطر که دختر خاله اینا یک دفعه که زن خوب زیر دست پای خونه سلت نکنی دیگه قوم خیشا سیاست تو بدل اینا میشینه دیگه میگم به خونه گیلک نرین که او بیخطی میکنه بیخی به نظرم معطل گوشت گیلک برو بخیر بدی آیا تو نره دل جمع باش برو بیا از بیگه که اعتبار حل هم نداری کنده باشی برو بابا نیرولو بخجی چه کاره؟ بابا نیرولو زن شما گفتن بیایم بریم چه کار کنم؟ بیایم به سرا ما بریم به سرا خو چه؟
چرا شما گوشی خوبه کسی خونه میکنه؟ با برق زده بودم با خونه شما نبود. بودا حالا وقت مادر خالی میگه برو ماما خونه رو صدا کو بیا کبره. بابا این سر چاشت اشته بریم باشد بعد نمازدگر یا صبح صبح بخیر میریم دیگه. من چون خاطر که به پیار کو چای دیر بردم بیامد بسرا تا تنش مادر مبزن خالی من زن شما باشه بعد بیامد حالی میگه بیا برو ماما خونه رو صدا کو بیا بره. چرا پیار تو مادر طور میزد به خاطر چای دیر بردی؟ بله میمون به تا خونه شما شیشته شما همدیگر خور میزنیم. حالی من چی خبر دارم پیار می بود دیگه. حالا ما چیکار کنم؟ برم به سراخو برم. دیگه زن شما فرمایش داده. حالا داستان چی بوده؟ چی گپ بوده که مادر طور زده؟ مامان لیلا یک چیز عجیب که من به شما شلغم ریزه نمیکنم دیوم. من به پیار خود چای دیر بودم پیار من بیامد تا تنش مادر من بزد زن شما هم بشیش بگیره گفت برو ماما خونه رو صدا کو که بیا بریم بسرم. یک پیاله چای که دیرتر تو به پیار خوب بردی بیامد مادر طور زد. بله. یک پیاله چای هم مقدار ارزش داره. کی مادر طور زد استفا کرده با یکی هم کدام به تا خونه خو میمون داشته باشه بچه خورده خور نمیزنه زن خو که به جا خو باشه. من چون دیگه چی رقم آدم دیگه پیار تو بریم.